فعال امروز راجع به ازدواج با کیس احساسیتون هست. عزیزم نیت کن و اسم کیس احساسیت رو در ذهنت تکرار کن. خب عزیزم، بین شما دو نفر یه سری مشکلات، مخالفت ها برای راه ازدواج میبینم. با اینکه شما همو دوست دارید، اما درگیری هایی داره به وجود میاد، دخالت هایی داره به وجود میاد که کلافه و دلاشوبت کرده. ولی صبر کن، 4 و 6 وعده دیگه من رفع مشکل رو برات میبینم. اما روی این طالب به شدت سنگینی وجود داره. سنگینی نه به واسطه دعا، به واسطه افکار خودت. انگار از این رابطه ناامید شدی، انگار دنبال راه فرار میگردی عزیزم، یا پارتنر دنبال راه فرار هستش. اما شما هر دو چشم و نگاه بد روتون زیاده. این رابطه میتونه به سرانجام ازدواج ختم بشه، ولی خیلی زمان بر هستش عزیزم. گفتگوهای، صحبتهای بینتون انجام میشه که کمی دلگرم و شاد میشی، اما به کسی نگو. زیاد از حد مسائل رابطت رو پیش بقیه بیان میکنی و این اصلا جالب نیست عزیزم. این رابطه سرانجام مثبت میتونه داشته باشه، اما اگر سکوت کنی، اگر صحبتهای خودت و پارتنرت رو به بقیه نگی، چون شما تحت تاثیر افکار دیگران داری قرار میگیری عزیزم. این تنش ها، این فشارها رفع میشه، اما زمان بده برای رفع شدنش. از طرفی راه ازدواجتون به سختیه، شما 2 بار اقدام ازدواجی یا صحبت ازدواجی دارید، ولی بار سوم به نتیجه میرسه. پس تلاشتون رو برای به هم رسیدن بیشتر کنید عزیزم.